این نفس را سرکوب نکنیم، حج نرویم و زکات پرداخت نکنیم. در این مکتب اخلاقی رسول الله از پی تربیت نفس نشویم، نفس در همین حالت اماره بودن که بسیار انسان را به گناه امر میکند باقی میماند. سرانجام چه میشود؟ لاماره بالسوء، بغیر ذکر رفت، برخی زنا رفت، برخی دروغ رفت، برخی سماچینی رفت، برخی ظلم و ستم کن حق مردم بخور رفت. این همه به فرمان این دشمن درونی ما میشود. افرأیت من اتخذ الهه هواه اضله الله علی علم و ختم علی سمعه و قلبه. این نفس رفته رفته در درون ما به یک خدا تبدیل میشود که خود انسان آهسته آهسته رفته رفته خود را خدا احساس میکند. کلا ان الانسان لیطغی ان رآه استغنی. خدا میگوید انسان کی طغیانگر میشود، کی سرکش میشود، کی دشمن من میشود، کی خود را در جای من قرار میدهد. زمانی که خود را بی‌نیاز ببیند و گوشه تلفن کارش حل میشود، از هیچ کس نمیترسد، بعد طغیانگر میشود، بعد سرکش میشود، بعد گمان میکند خدا منم. این قسمت نفس اماره است. پناه بر خدا. وقتی که این نفس وقتی که این نفس تربیت شد، صاحبش مثل چارپا این نفس را نگذاشت و شنید که در فلان جا موعظه دانوا است، شتافت. در فلان جا عبادت خوب است، شتافت. در فلان جا عالم ربانی زندگی دارد، رفت از صحبت او استفاده کرد، روزه گرفت، هفته دو بار نفس را شکست. یک چیز دیگر را فراموش نکنید، خداوند ارحم الراحمین است، از همه مهربان‌تر بر ماست. چرا روزه این هم عبادت سخت برای ما واجب شد؟ عبادتی که بعد از پیشین انسان دیگر از وجود خودش بیزار می‌شود، حوصله گپ زدن ندارد. برای چی؟ برای که دشمن سرسخته، دشمن نفس. این نفسش موجه نکنید. این نفس هزار اولیاء دوزخ بود، هزار عالم دوزخ بود، هزار شیخ دوزخ بود، هزار ولی جهنمی کرد. همین نفس اگر بازی میگفت، یوسف علیه السلام نگفت این النفس لاماره بالسوء. بزرگان اینجوری اینو سرکوب کردن. یا عمر ابن خطاب بالای منبر برآمد گفت یا ایها الناس، زمین خطر، همه مردم جمع شدن. گفت شما را میشناسید؟ بله، انت امیر المؤمنین، تو خلیفه مایی، تو رئیس مملکتی، حکومت تو از مدینه تا شام و تا افریقا می رود. گفت نه چنین است، من امیر هستم. امیر یعنی امرک. من امرک هستم که دیروز در این خیابان ها و بیابان ها و صحراهای حجاز شترهای خطاب را می چراندم و مزد شترچرانی من یک مشت خرما بود. و سلام علیکم و رحمت الله. از منبر آمد کسی که با عمر گپ زده میتواند تو آدم دیوانه کردی، کاربار انداختیم، آمدیم گفتیم چی گپ است، چه خبر است؟ گفتن یه خطر است، اگر رئیس شما گرفتار نفس شود میدانی چی میشود؟ نفسم به من گفت ای عمر میدانی تو کی هستی؟ تو کسی هستی که اصلا آدم بکش بخند پروا نکن، هیچ مشکلی در دنیا تو نداریم. گفتم حاضر ای نفس، من جای تو را برای تو نشان میدهم. برای من همین این کار را کردم تا جای نفسم را نشان بدهم. این نفس مبارزش از همه مشکل‌تر است. بزرگان میگن از دنیا تا بهشت 2 قدم راه است، اما قدم دومی 3 قدم. یک قدم در دنیا، قدم دوم قدم سوم را بگه بگذار در بحبوحة الجنه، در درون بهشت. لیکن میفرمایند بزرگان استادان اخلاق این قدم دوم آنقدر لرزان و چرتان و لیزان و لرزان دیگه چی میگن؟ آنچنان چرتان است که میلیون ها آدم چرت دیدن و رفتن در دوزخ کردن.
قدم اول در دنیا، قدم دوم در بالای نفس اماره، نفس صرف کردن. حتی بزرگان اخلاق میگن که اگر در یک مسئله برای دانلو است، اگر در یک مسئله را میپرسن نمیدانی او نمیدانی. حضرت علی میگه کسی میگه من همه چیز میدونم را بکشه میگه. انسان باید گاه نمیدونم. رسول الله در تمام عمر 3 بار گفته نمیدونم این مسئله و این مسئله، نمیدونم این مسئله و این مسئله. هر 3 مسئله در کتاب ما دیدم. 3 بار پیغمبری که از وحی صحبت میکنن 3 بار در خودش لا ادری بگه در عربی لا ادری. جناب دانلوی ما ببخشه هرگز لا ادری نمیگه، اما چیز ادری میگه. ما خیلی هیچ وقت ادری نمیگم برای که شخصیت در پیش شدیدم کم میشود. از شما هم خدا میفهمید خیال میکنید دانلو همه چیز باید ادری بگه. همه چیز را همگان دانند، همگان از مادر نزادند. یک بار حضرت موسی رو من همه چیز را میدانم و از من عالم‌تر است و اسرائیل گفتن نیست، خدا را گفت نیست، برای نشان میده. برای از علما داستان حضرت خضر ملاقاتش با موسی دید که از همین مکتب تربیتی خداوند است که موسی را تربیت کرد که موسی اگر من نخواهم تو هیچی را نمیدونم، اگر من نخواهم تو هیچی را نمیدونم. قسم اول نفس اماره، قسم دوم وقتی که صاحبش تربیتش کرد آمد پای علما نشست، صحبت علما را گوش کردن گرفت، با علمای ربانی ارتباط کرد، نفس تربیت کرد، میشود کم ترک طرفتر خوبتر، میشود نفسی مسلمه دیگه امرت نمیکنه. رنگی چاکو در بلاد سوار نیست حیث نبرد، کم ترک مبارزش نامردانه میشود، از دور میستون تبلیغات میکنه برای صدقین رکلام میکنه گناه رنگ شیطان همکار شیطان میشه. میگه وزین لهم الشیطان اعمالهم. در کوچه میره از دلی بد لباس در حال رفتن شاید یعنی محترم است باز او بهتر و پاکتر و خوبتر و تازه‌تر و اندامش خوبتر باشه. اینه که نفست میکشه همون طرف. این برای چی میکشه؟ چون نفس میکشه همین دشمن و شیطان وزین لهم الشیطان اعمالهم. شیطان میگه خوب است انمیش بهتره. فرسته میخیری خورده میگی روش سیاه میکنه دانلو خیلی خیلی چهره میفارد بگرم میشود نفس در قسمت دومش مسوله. این هم از قرآن است. بچه های حضرت یعقوب وقتی که محبت یعقوب علیه السلام و یوسف زیاد شد حسد کردن. گناهی که اولین گناه روی زمین حسد بود. ابتغوا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين. قتل قابیل هابیل را ریشه از حسد بود و سوختن همین دنیا هم آتش همین دنیا از روی حسد است. این همه لشکرکشی های این مردم دنیا، این همه روسیای جهان همش از روی حسد است. ریشه گناه مهم است. ریشه گناه. پس با درجه دوم که نفس آمد رسید چون تربیتش کردی، او شماریدی، کوفتش، روزه گرفتی، مبارزه بودی با او، کم کم شکست بود در مقابل شما، مبارزش با شما از دور می شود در حالت زینت دادن و زیبا کردن.
پیراهن را پر از خون کردند و شامگاهان گریه کنان و جا و عشاء اباهم یبکون. همش بنویسند. چی شد فرزندانم؟ گفت پسر عزیز شما را خورد. من پیراهن. حضرت یعقوب که نگاه کرد به چهره‌های خیرگان لا بل سبلت لکم انفسکم امرا. نفسشون اماره نبود چون بچه پیغمبر بودن. هر روز حضرت یعقوب نصیحت میکرد. نفسشون چی بود؟ نفسی مسابقه بود. کم کم یعقوب تربیت کرده به نفس فرزند باشه و درجه مسابقه رسیده بودن. گناه او قدر سخت نیست. گناه آسان نشان میده. این میگه بیا یک دود سیگارت بگی هیچ گپ نداره. za کمپانی میگن بعد مجلس یک تا بخور میگه شراب و یک کتاب حافظ آمادگی. یعنی بزرگان خوبن دیدی رو حافظ میروشیدن. یعنی یک چیزایی که همین یه بچه تو ختم قرآن نمیره این میگن علام ترکیفش نماز نکن این خیلی نماز بده کن. یعنی همین خیلی گناه خیلی چشترانی چی؟ این خیلی ما حضرت به شهوت نگاه نکردیم کن. خیلی غیبت چی؟ حضرت رو ما خیلی غیبت کردیم. مو صفتش کردیم. وقتی صفتش کردیم اگر نباشد از صفتش غیبت میشود. زنی پیش رسول الله اومد برامد حضرت ایشان زنه که خوشدار بود که کم در کردش پس نمید حضرت اون غیبت بکنی و شیطان اون رسول الله که غیبت کردن. گفت خب اگر کردش بلند بود ایزن بختان بود. آنگاه بختان بود تهمت بود. ببین تربیت رسول الله همسرش چه خیلی تربیت ما قد بازنه ها رو بشنیم بعد غیبت زن همسر رو آواز میکنم ما هم گوش میکنیم در حال که درست نیست. زن همسر خدش بلنده خدش بسته بلند چی؟ لیک تربیه زن تربیه زن همسر بلند نگو حرام است. پس زن میشود نفس میشود دوم قسمتش مسابقه با تربیت شد. امر کردن نمیتونم از دو زینت میدن و گناه برای آسان میدن. چی خیلی؟ وقتی که گفتن بچه ها باید در زمین یوسف ها نابود شدیم. بعضی برادرش که به عقل گفتن پیغمبرزاده این کار قتل است. اکنون ببینید نفس گناه هم آستنشان میدن سخت نیست وزنی نیست سبوک تصویر میکنه گناه میگه هیچ کار نداره. ما این کودک اگه کشتیم بعد در پیش پدر تقابل میکنیم پدر ما میبخشد میآموزد کار حل است. بعد ما میشیم نزدیک پدر و محبوب پدر تا این را ما کن نکنیم محبوب پدر نمیشیم. همین گناه در نظرشان نفس آسان نشان داد سبوک نشان داد و گناه هایی که ما شما میکنیم یک وقت رو بکنیم اکثر ما حتی با گناه کبیره دست میزنیم میگه دیگه نداره گفتم گناهی نیست تو همین بگو ناز حرامه همه نازکشا خفه میشن میگن گفت نیسته خیلی چی گفت نیسته دهنت اصلا نوایکه نمیاد یعنی محترم ناراحت است از گوی دهنت مجبور از این زندگی را میبخشید. دو تمام کوچه و خیابان ها بینماز و نظافت نیست. سه پول اصراف میشود. چهار حساب کردن بگید این نموبدگیری مکم و اخبار نشیدی دیگه هیچ گپ نداره. ما سر هیچ گپ سیگار شاید دو در میگن همین گناه هم مایده میگن روزه نمیگیرید کم طرف در داریم و بگیرید. ببین چقدر بعضی ها میشرمونند در مورد آن که روزه میخواد بگید برای در روزه است. همین گناه در نظر انسان آسان پناه برخود این نفس در نفس موافق نیست. این نفس در آدم دوزخ میبرد. بعد آهسته آهسته نفس که تربیت شد قسمتی سوم نفس میشود. این در اثر تربیت میشود. در اثر خوردن و خواب رفتن نمیشود. در اثر تربیت وقتی که نفس تربیت شد گرفت همین خیلی کوی علما نشسته با علما دیگه ارتباط کرده روزهای هفته‌ای را گرفته خرج‌ها بود خدمتی دیندار بود تقواتان بود مبارزه با نفسان ادامه داشت وظیفه قرآنی تان بود هر روز تقوات قرآن داشت انواع تربیت‌ها بود
نفس تربیت می شود. میرسه به قسمت سوم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامه. اینجا خداوند قسم میخورد به نفس سرزنشگر. لوامه سرزنشگر. اهمیت بدید کلمه های قرآن را. لوامه یعنی سرزنشگر، بسیار سرزنشگر. اکنون نفس خوب شد، تربیت شد، و یک جا رسید، کم کم صاحب شد به مسجد آورد، از دیسکتیک و از زنا و از فساد و از غارت و از قتل و از دشمنی، از فساد کسان صاحب شد و محفل های خیر آورد. لوامه شد. اکثر نفس های ما شما لوامه هستند. لوامه چی نفسی هست؟ گناه میکنیم، از درون میسوزیم. چرا این کار کردم؟ من باید اون شب فلان عالم می اومد میرفتم موعظه را گوش میکردم. چرا نرفتم؟ دوستان میان خبر میکنن صحبت خوب رفت. چرا نرفتم؟ یکی روزه را میخورد. چرا خوردم؟ یکی نمازش قضا میشود. چرا قضا شد؟ هر خطا یک برادر دوست ناراحت میکنن. چرا ناراحت شد؟ زود زن میزنن. بخشش چه حقی خداوند باشد، چه حقی مردم باشد. وقتی که پایمال شدن گرفت انسان در درون خودش دختر میگیرد. شما همین خیلی میشوید یا نمیشوید؟ شما گاه همین خیلی میشوید یا نمیشوید؟ میشوید. اگر شوید مبارک شود. نفس شما از بحر تلاطم گمراهی از غرق شدن و ساحل نزدیک شده. نیک برآمدگی نیست به خشکی، در ساحل است. امکان دارد با به سوی مسابقه و اموال رفتنش. اکنون کوشش به سوی برآمدن از غرق شدن است. وقتی انسان در این مرحله که مبارزه بود، نفسش کاملتر می شود، می رسد به درجه‌ای که هنگام مرگش یا هر لحظه در نمازش خداوند او را صدا می زند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیة مرضیه. قسمت چهارم نفس می شود مطمئنه، آرام. میلیارد دارد گویا ندارد. آزاد است گویا نیست. آزاد نیست گویا نیست. دنیا خوبش، بدش، زرقش، برقش، پولش، ناپولش، کمبغلیش، مقامش، بیمقامیش، بالاش، پایانش، پستش در نظرش یک است. این نفس مطمئنه است. در همه حالت آرام است. خدا هست بس میگه. رضینا قسمت الجبار فینا. تمام. کمال نفس، کمال علم. وقتی درس میخونده میگفتم اول علم معرفت جبار و آخر علم تفویض الامور الیه. تمام. آخر امور، منتهای علم که انسان به آخرین مرحله علم برسد، نفسش را به خداوند میسپارد. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیة مرضیه. برگرد به سوی پروردگارت در حالی که خدا از تو راضی است و تو از خدا راضی هستی. این آخرین نقطه هر یک انسان است که جایی میرسد که خداوند میگه من از شما راضی هستم و شما از من راضی هستید. در عقیده اهل سنت هستید. بعد در همون روز جمعه جلال الله تجلی می شود و همه کسانی که به آن روز به امید آن روز خدا را عبادت کردند از آن روز استفاده می‌کنند. وقت تمام شد. پروردگار این موضوع من در ماه مبارک رمضان برای این بود که در رمضان نفس سرکوب می شود،
زمینه عبادت برای ما و شما مهیا بشود. پروردگار ما و شما موفقیت دنیا و آخرت را نصیب گرداند، علمای ما را خدمت دین نصیب گرداند، دولتمردان ما را در سرشان سردار دولت و خدمت دولت و خدمت جامعه و خدمت دین و قرآن نصیب گرداند، سرمایه‌داران و صاحبکاران ما را خدمت پولی و مالی و رابطه عزیز ما نصیب گرداند و این رمضان را رمضان صلح و صفا و تمکین و آرامی کشور ما گرداند و عید ما را سربلندی دنیا و آخرت. و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و صحبه اجمعین.